سلام علیکم داملا حاجی مرزا. ما یک گروه مخلصان شما از شهر قرغان تپه از شما طلب داریم، دعا داریم در حق سلامتی. خداوند عمر شما را پرفیض و پربرکت گرداند. خداوند قدم‌های شما در حسنات نویسد. پدر من گپی را پیشگویی میکند، همین کار میشود. این چه فضیلت دارد؟ من یکی از مخلصهای شما هستم. کنین خیلی از برادری عزیز که وقتی که کسی پیشگویی میکند، این در شریعت جایز نیست. پیشگویی میکند، پیشگویی میشود. اینها برادرم و خبرهای جنها هستند، ولی این برای هیچ کدام ما و شما تصدیق کردن گپی اونها گوییم که حق نداریم. که یک کس گوید که مثلا فردا فلان واقعه میشود، من حقی مثال و یا باور کردن ندارم. اگر باور کنم من در پیشگاه پروردگارم گناهگار میشوم، زیرا که عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. زیرا که البته غیب را الله میداند، همون اللهی که رحمان الرحیم است. ما از غیب حق گفتگو نداریم. برای همین است که شریعت ببین جادوگرها و فالبینها را اینقدر سرزنش میکند، تا جایی که اونها از جمله کسانی هستند که دیگر دین ندارن، ایمان ندارن. برای همین ما حق پیشگویی را قبول کردن نداریم. و اگر کسی هم تا پیشگویی کردن گیرد، شما یقینا دانین که مثلا او مورد همون بیماری جن قرار گرفتگی هست. او را ما باید همچه آدمی صحت و سلامت ندانیم و حق قبول کردنش هم ما نداریم. حضرت عایشه هم در حدیث ها میاد که از پیامبر گرامی گفتن که همین فالبین ها بعضی از سخنهای میگویند که حقیقت دارد. پیامبر گرامی گفتن که اون حقیقتی که اونها بیان میکنن سخنهایی هستند که جنها از نزد ملائکه ها میدزدند و اون را به گوش همون شخصی که جنوره هست به گوش او میرسانند و اون کس بعد در بین مردم میگوید. ولی فراموش نکن گفت عایشه در یک گپی که اونها از حقیقتی که دزدیده آوردن در بین او صدها دروغ دیگر را پیوست میکنند. برای وقتی که انسان یک چیزی حقیقتی که بیان میکند در وقتی آدم خودش بای میتید از دنبالش صدها دروغ دیگر هم گوید، همش قبول میکند. اینم یک راهی در دل ما و شما جای کردنی گویم او حیله و نیرنگی همون جنهایی که مسلمان نیستند. برای من اینها را شما باور نکنین دادرای عزیز و برادرای مهربان. هیچ وقت من ده ها بار این چیزها را برای شما گفته بودم که بسیاری از مردم ما و شما بعد یک شعار دارد: پادکی سوخت نزد آب میروی. مثلا میاد میگد که من در همین بلا یا در همین فلاکت مبتلا شدم، دیگر جای نمان که من نرفته باشم، از آن جمله نزد فالبین ها و نزد جادوگرها. برای من دیگر این عصر اکو من نمیدانم، باید شما بچه های عاقل شده باشین. آخه دیگر اونها را باید باور نکنین. باور نکنین. تمام باور کردن اونها برای شما جنایت و گناه است. شما همه بچه اکوی هستین که خدا را میشناسین، پیامبر را میشناسین. شما همه خواهش دارین که در راه خدا و در راه رسول خدمتگار باشین. همه شما خواهش دارین این است که اطاعت خدا و اطاعت رسول کنین. وقتی که شما اطاعت خدا و اطاعت رسول خواهین، نزد اونها رفتن شما کلا ممنوع است، کلا ناجایز است. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از شما خواهش میکنم با این سوال من با پررگی جواب دهید. ملا امام مسجد ما که در نمازهای بامداد شام و خفتن آمده ما از قفای او نماز میگذاریم، از زنا به دنیا آمده است و آیاتهای قرآن را غلط میخواند. مؤذن مسجد ما باشد یگان کسی دیگر را اجازت پیشتر آمدن نمیماند. ما از قفای این گونه شخص نماز گذاریم یا نگذاریم؟
این سوال حاضر آمدن. خب یعنی امامی که از راه زنا به دنیا آمده باشد، برادرای عزیز، اگر عالم باشد ما از پسش نماز میخوانیم. شما یک چیز فراموش نکنید که وقتی فرزند از زنا به دنیا می آید، وی در پیشگاه خدا یگان مسئولیت و جوابگری ندارد که از او از راه زنا آمده است، زیرا از راه زنا آمدن او به اختیار و به خواست او نبود. این بدبختی را همون زن و همون مردی که انجام دادن، همه بدبختی در سر گناه است. فرزند اینجا در یگان گناه و یگان خطایی نکرده است. برای همین است که در مسئله های فقهی هم از پس ولد زنا نماز خواندن کراهیت دارد، ولی با شرطی که اگر در حضورش عالم‌هایی باشند که اونا ولد زنا نباشند. این ولد زنا از اونها عالم‌تر است. وقتی پیش درآید فقط برای همون نقصی که همون داغی که همون زن و مرد بدبخت در این بچه پیدا کردن، همون داغ سبب می شود و در نماز مردم کراهیت پیدا می شود، به خاطر که مردم نسبت این یک شک دارند، ولی نماز از پس ایشان درست می شود. ببینید شما برادرای عزیز، حضرت انس ابن مالک صحابه پیامبر بودند، حضرت عبدالله بچه حضرت عمر صحابه پیامبر بودند، ولی از پشت یوسف حجاج ثقفی نماز می خواندند و کتاب میگه کان فاسقا ظالما. این حجاج میگه هم فاسق بود و هم ظالم بود، ولی از پشتش حضرت انس و حضرت گویم عبدالله ابن عمر نماز میخوان. شما میتونید در عقیده تحاویه مراجعت کنید در باب حدیث پیامبر که صلوا خلف کل برین و فاجر. پیامبر گفت از پس هر یک نیک و بد نماز خوانید. همین عقیده اهل سنت و الجماعه این است که ما از پس هر یک نیک و بد نماز ما نمیخوانیم. ما را اماممون معصوم نیستند، این معصومیت نزد اهل تشیع است. زی خاطر ما میتونیم از پس یه آدمی که از زنا به دنیا آمده باشد، ولی از همین جوانهایی که مقصد گویم از راه درست به دنیا آمدن و بی سواد و جاهلند و یکی خدا عالم کرده باشد، از پسش نماز میخوانیم، نماز ما درست میشود. ولی ببینید حضرت عبدالله ابن مسعود فقیه امت بود. پیامبر گرامی میگفت که اگر شما در علم حرام و حلال، در علم مسئله اگر خواهیم به کسی مراجعت کنین، با عبدالله ابن مسعود مراجعت کنین. اون بزرگ خدا از پشت فرزند ابن ابی معیط نماز میخواند. حتی در عقیده میاد که 4 نماز سحر از پشت همین انسان خواندگی است. و او کی بود؟ ابن ابی معیط. او کسی بود که آشکارا عرق می نوشید. مراجعت کنید در باب صلوا خلف کل بر او فاجر، عقیده تحاوی. برای از پس زناکار اکو فتواشو به شما میگم، شما را من فتواشو داده ایستادم که موافق فتوا درست، ولی از جهت آن که امامی که به مردم نماز میخواند وقتی که زنا کند، اینجا در تقوای شما است برادر عزیز. این وابستگی با تقوای شما دارد، وابستگی باز با مصلحت شما دارد. منم جانبدار این که این شخصی که اگر آشکارا عرق نوشد و زنا کند، او حقی پیش در آمدن در جمعیت شما ندارد. ولی ببینید دوره صحابه های پیامبر وقتی پرسیدن همین اصحاب پیامبر میخندیدن یا نمیخندیدن؟ بعضی صحابه های پیامبر از بعضی هاشون پرسیدن. شما میدونید که ابوبکر بود، عمر بود، عثمان بود، علی بود، عبدالرحمن ابن عوف بود، معاذ بود رضی الله تعالی عنهم. اینقدر صحابه پیامبر زیاد بود. آیا همونها رو یکون بار میدیدین که میخندیدن یا نه؟ زیرا پیامبر گرامی اینقدر میگفتن لا تکثروا من الضحک، بسیار نخندین، بسیار نخندین، خنده زیاد دل شما را سیاه میکند. کنی به ما خبر دین که ما اونها را ندیدیم، میخندیدن یا نه؟ بعد چی گفتن؟ گفتن اونها میخندیدن، ولی در دلهای اونها ایمان مثل کوه بود. میخندیدن رنگ خندای ما نه. ما و شما میخندیم با پشت میزنیم بادت میبره درک نمیاد. این خیلی میخندیدن. چه حضرت عمر
صحابه پیامبر بودند، ولی از پشت یوسف حجاج ثقفی نماز میخوندند و کتاب میگه کان فاسقا ظالما. این حجاج میگه هم فاسق بود و هم ظالم بود، ولی از پشتش حضرت انس و حضرت گویم عبدالله ابن عمر نماز میخوند. شما میتونید در عقیده تحاویه مراجعت کنید در باب حدیث پیامبر که صلو خلف کل برین و فاجر. پیامبر گفت از پس هر یک نیک و بد نماز خوانید. همین عقیده اهل سنت و الجماعه این است که ما از پس هر یک نیک و بد نماز ما نمیخوانیم. ما را اماممون معصوم نیستند، این معصومیت نزد اهل تشیع است. زی خاطر ما میتونیم از پس یک آدمی که از زنا به دنیا آمده باشد ولی از همین جوانهایی که مقصد گویم از راه درست به دنیا آمدن و بی سواد و جاهلند و یکی خدا عالم کرده باشد از پسش نماز میخوانیم، نماز ما درست میشود. ولی ببینید حضرت عبدالله ابن مسعود فقیه امت بود. پیامبر گرامی میگفت که اگر شما در علم حرام و حلال، در علم مسئله اگر خواهیم به کسی مراجعت کنین به عبدالله ابن مسعود مراجعت کنین. اون بزرگ خدا از پشت فرزند ابن ابی معیط نماز میخواند. حتی در عقیده میاد که 4 نماز سحر از پشت همین انسان خواندگی است. و او کی بود؟ ابن ابی معیط.